سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی که گرافیک جادویی ایران رو دنبال میکنید. این جلسه میخوایم با یک نرم افزار شبیه ساز که برای کنون هست در واقع بیایم تمرین کنیم و کار کردن با دوربین های دیجیتال رو یک مقدار کار کنیم. خب این در واقع سایت که برای خود کنون هست میاد به ما کمک میکنه تا بتونیم با تنظیمات در واقع ابتدایی دوربین کنون کار کنیم و یک سری عکس تمرینی بگیریم. حالا به مرور در آینده با نرم افزارهای حرفه‌ای‌تر هم کار میکنیم، حتی با خود دوربین هم کار میکنیم و ویدیوهاش رو در دسترس شما عزیزان قرار میدیم. خوشحال هستیم باز هم از اینکه شما گرافیک جادویی ایران رو انتخاب کردید. خب ببینید این سایت از 3 قسمت تشکیل شده. یک قسمت میاد توضیحات کلی و آموزش کلی به ما میده. در این قسمت ما میتونیم تمرین بکنیم و در این قسمت هم شما میتونید خودتون رو به چالش بکشید و تمرین هایی که بهتون داده میشه انجام بدید و همون چیزی که از شما خواسته شده همون رو عکس بگیرید. حالا ما این جلسه بیایم یک مقدار روی این در واقع سایت کار کنیم. ببینید شما در این محیط کلی که در اختیار شما گذاشته ما در واقع چند تا گزینه بیشتر برای انتخاب نداریم. تمام تنظیمات دوربین رو در اختیار ما قرار نذاشته. یکی بحث دیافراگم ما هست که میتونیم در واقع باز و بسته بودن دریچه دیافراگم رو تنظیم بکنیم. سرعت شاتر رو میتونیم تنظیم بکنیم و حساسیت و ایزوی دوربین رو. خب در این قسمت 3 تا گزینه برای ما قرار داده. یکی بحث فوکوسمون هست، یکی بحث کار روی سرعتمون هست و یکی هم بحث ایزو هست که ببینید وقتی که مثلا به عنوان مثال ما ایزو رو افزایش میدیم، شما در این قسمت اگر مشاهده بکنید یا در این قسمت ببینید نویز رو میبینید. حالا همونطور که در جریان هستید یا اگر زیاد با ایزو آشنایی ندارید، هر چقدر که نور شما، نور محیطی شما بیشتر باشه، شما باید ایزو رو عدد کمتر بذارید و هر چقدر نور محیطی شما کمتر باشه باید حساسیت رو بالا ببرید و عدد ایزو بیشتر شه. منتها اتفاقی که میفته وقتی شما ایزو رو بالا میبرید، همونطور که مشاهده میکنید برای شما نویز ایجاد میکنه. پس کار کردن با ایزو رو خیلی خوب دقت کنید. ببینید به طور کل دوربین رو شما مثل چشم انسان در نظر بگیرید. همونطور که میدونید چشم انسان وقتی نور خیلی زیاد هست، مردمه که چشم تا حد خیلی زیادی بسته شده و هر چقدر نور کمتر میشه مردمه که چشم ما هم باز میشه. دیافراگم هم، دریچه دیافراگم هم دقیقا همین کار رو میکنه. ببینید هر چقدر که نور ما بیشتر باشه دریچه دیافراگم ما بسته تر و هر چقدر نور کمتر باشه دریچه دیافراگم ما بازتر میشه. در واقع تو تنظیمات دوربین هر چقدر این عدد رو شما کمتر کنید دریچه دیافراگم رو بازتر کردید و هر چقدر بیشترش کنید دریچه دیافراگم رو بسته ترش کردید. بحث بعدی سرعت شاتر هستش. شما سرعت شاتر رو فرض کنید، حالا شاید مثال زیاد خوبی نباشه، منتها شبیه پلک زدن در نظر بگیرید که وقتی ما یه تصویر رو میبینیم انگار میخوایم پلک بزنیم تا تصویر برای ما ثابت بشه. این سرعت شاتر هم همین هست که اصطلاحاً میگن شات دوربین، منظور همین هست. اون در واقع حالت مکانیکی که باز و بسته شدن دریچه میشه و نور رو به سنسورهای حساس دوربین میتابونه و در واقع تصویر ثبت میشه. ایزو هم که خدمتتون عرض کردیم. حالا نگاه کنید در این قسمت 3 گزینه برای ما گذاشته که حالت منوئل هست که شما تمام این تنظیمات رو میتونید در واقع خودتون انجام بدید. یکی حالت در واقع شاترتون هست، سرعت شاتر هست، یعنی تمام تنظیمات رو خودش انجام میده، شما فقط سرعت شاتر رو تنظیم میکنید و این یک عکس ایدئال برای شما میگیره. و یکی هم در واقع دریچه دیافراگمتون هست که شما میایید دریچه دیافراگم تنظیم میکنید و بقیه تنظیمات رو خود در واقع این شبیه ساز انجام میده. ما حالا با منوئل میاییم. نگاه بکنید دوستان، اگر شما این قسمت رو هم مد نظر بگیرید، وقتی از دریچه دوربین دارید نگاه میکنید شما این صفحه رو میبینید که
در واقع این تنظیم رو هم میبینید. با تنظیماتی که انجام میدید این قسمت شروع به تغییر میکنه به طور اتوماتیک. اگر شما کاری بکنید که همیشه این خط روی صفر قرار بگیره، عکس شما یک عکس حالت ایدئال داره گرفته میشه و جلوه ویژه خاصی روش اصطلاحاً اجرا نشده، مثلا پشت سرش فوکوس نشده، اتفاق خاصی نمیفته، یه عکس واضح و خوب در اختیار شما میذاره که با تغییر دادن اینها ببینید شما میتونید این رو تغییر بدید. حالا شما رو هر کدوم اینها که بیایید تنظیم بکنی و عدد اینجا رو تغییر بدی، یک اتفاق جالب براتون میفته. ببینید الان میخوایم مثال بزنیم. ما اینو میایم رو حالت ایدئال میذاریم، همه رو میذاریم اینجا، نور هم در واقع زیاد روی ایزو رو 100 میذاریم. همین حالت من یه عکس برای شما میگیرم، شما این عکس رو نگاه کنید تا بتونم بهتون توضیح بدم. پس دریچه دیافراگممون الان رو 8، سرعت شاترمونم 1/60 و ایزو هم روی 100. نگاه کنید. ما الان این عکس رو گرفتیم. علتش هم این هستش که دریچه دیافراگممون رو ما در واقع کم باز کردیم یا سرعت شاتر. ببینید پس الان عکس تاریک شد. اینجا هم اگر شما نگاه کنید به جای اینکه روی 0 باشه اومده رو -3. به سمت منفی که شما حرکت کنید تیره تر و به سمت مثبت که حرکت کنید عکستون روشن تر میشه. پس ما میخوایم یک عکس روشن داشته باشیم. میایم اینجا سرعت شاترمون رو دستکاری میکنیم. ببینید هم با سرعت شاتر میشه. من سرعت شاتر رو در واقع تغییر دادم، دارم سرعتش رو کمتر میکنم. نگاه کنید حالا یه عکس میگیرم، ببینید عکس خیلی واضح. منتها بحثی که داره پیش میاد این هستش که ما دیگه ملخ هواپیما رو اصلا نمیبینیم چون سرعت شاتر رو کم کردیم. حالا اگر من بیام اینجا سرعت شاترم رو افزایش بدم و در ازاش ببینید من این رو میخوام روی 0 قرار بدم، در ازاش بیام در واقع با این تنظیمات کار کنم. البته الانم سرعت رو من خیلی دیگه زیاد کردم. میام دریچه دیافراگمم رو بازتر میکنم و سرعت رو یک مقدار ایزو هم دست کاریش میکنیم. خب بذارید سرعت رو باز هم بیشتر کنم. حالا نگاه بکنید من دریچه دیافراگمم رو تا انتها باز کردم، مثل حالتی که چشم ما تو تاریکی مطلق داره، یعنی تا آخرین حدی که میشده بازش کردم. سرعت شاترم رو آوردم، ببینید روی این عدد قرار دادم. سرعت شاترم رو خیلی سریع کردم، خیلی سریع میخواد در واقع کار بکنه و ایزو رو هم روی 1600 قرار دادم. حالا اگر من عکس بگیرم ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید ما ملخ هواپیما رو هم الان با اینکه در حال چرخش بود داریم میبینیم. یک مقدار فوکوس هم در واقع برای ما اتفاق افتاد، یعنی بلر شده پشت تصویر و روبروی تصویر. حالا اینجا رو نگاه کنید. این 3 تا راهنما به ما کمک میکنه. شما وقتی که میخواید تمرین کنید از این 3 تا راهنما استفاده کنید. ببینید این که حالت نویزمونه، ما الان نویز زیادی اینجا نداریم، پس برای ما قابل قبول هست عکس، زیاد نویز نداره. ببینید اینجا رو حالت در واقع وسط قرار گرفته. اگر به این سمت نویز کامل کم میشه، به این ور بریم نویز خیلی زیاد میشه. این حالت رو نگاه کنید. سرعت شاتر رو وقتی که شما کمش میکنید ملخ هواپیما یک حالت محوی برای شما پیدا میکنه. ولی وقتی که ما سرعت رو کم میکنیم، یعنی سریع میخواد شات بزنه دوربین، ببینید ما کامل در واقع این حرکت رو میگیریم، چون تو یک لحظه خیلی کوتاه میخواد شاتر باز و بسته بشه و صحنه رو ثبت کنه. مثل حالتی که شما فرض کن فیلم رو میخوای یه لحظه استاپ کنی، مثل حالتی که شما میخوای اسلومیشن کنی. پس سرعت چرخش ملخ اونقدر کم شده انگار در ظاهر که میتونه ثبتش کنه. و دریچه شاتر هم که باز شده. حالا این بلری که این انتها به وجود اومد، حالت فوکوسی که به وجود اومد، شما دقت داشته باشید هر چقدر این دریچه رو شما بازتر کنید شما این بلر رو بهتر دارید. و اگر دریچه رو من بیام کامل در واقع چیکارش کنم، ببندم، مثل حالتی که نور خیلی زیاد داره میخوره، دریچه شاترم رو دریچه دیافراگم رو بسته باشیم و حالا این بار بیایم سرعت رو
برای اینکه میخوام یه عکس ایدئال باشه دیگه، این میخوام رو صفر تنظیم بشه. حالا میام این رو من سرعت شاترمو چیکار میکنم؟ در واقع بیشترش میکنم، میخوام بهش زمان بیشتری، کمترش میکنم، میخوام زمان بیشتری بهش بدم که باز و بسته بشه. حالا نگاه کنید اینجا رو ببینید، ما دیگه اون حالت فوکوس رو نداریم، اینها همش واضحه، یعنی 3 مرحله ای که از واضح شده و چرخش این هم چون سرعت رو دست زدیم ببینید نمیتونه دیگه، یا حالت محوی بهش میده. اگه من الان عکس بگیرم ببینید عکس رو ببینید، عکس کاملا واضحه، هم جلو هم پشت و هم وسط، و بحثی که هستش ما ملخ رو هم دیگه نمیبینیم. ببینید دوستان یک بار دیگه این داره همون حالت فوکوس رو به ما نشون میده. ببینید 3 مرحله، مرحله اول، مرحله وسط و مرحله پشتی. این همون بحث سرعت ما هست که ما با سرعت میتونیم، ببینید با دستکاری سرعت ما میتونیم ملخ رو ببینیم یا نبینیم. الان ملخ اصلا دیگه دیده نمیشه، اینجا کامل و واضح دیده میشه. نگاه کنید من میام در واقع سرعت رو کم میکنم، یعنی دریچه دیافراگمم رو تا انتها باز میکنم، در واقع ایزوم هم دست میزنم که میخوام با یک سرعت خیلی زیاد شاتر من باز و بسته بشه. و حالا حالت بلرمون رو هم نگاه کنید، ببینید تو این حالتی که ما قرار دادیم حالت اون فوکوس و بلری که میخواد ایجاد بشه به این صورت هست. نگاه کنید دوستان من، میبینید محو شده و سوژه ما مشخص هست و ملخ کاملا ایستاده. البته تو عکس اگر دقت کنه یک مقدار نویز هم توی تصویر ما قابل مشاهده هست، همونطور که اینجا هم ما نویز ها رو داریم میبینیم. خب شما حالا بایستی بیاید با اینها شروع به کار کنید و کم کم تجربه خودتون رو تو عکاسی بالا ببرید. پس ببینید قرار شد اگر میخواید شما یک در واقع پس زمینتون پشت سر سوژه‌تون رو اگر میخواید تار کنید، اصطلاحاً تو عکسای پورتره زیاد کاربرد داره، باید دریچه دیافراگم رو تا جایی که میتونید باز کنید و البته دقت داشته باشید. حالا اینجا نرم افزار شبیه سازش زوم و نزدیک شدن دوربین رو تداعی نمیکنه، ما با نرم افزار حرفه‌ای‌تر هم در آینده انشالله کار میکنیم. باید به سوژه نزدیک بشید، زوم بکنید و دیافراگم رو تا میتونید باز کنید، سرعت شاتر رو هم تا میتونید بالاتر ببرید. در واقع این دوتا رو ببینید کاملا عکس همه. برای اینکه عکسمون زیاد روشن یا زیاد تاریک هم نشه باید ایزو هم دست بزنید. ببین اگر من الان ایزو رو کم کنم عکس تاریک میشه، نگاه کنید عکس تاریک میشه، انگار هیچ دیگه هیچ نوری وجود نداره. ایزو هم اگر خیلی زیاد بکنید هم عکس رو روشن میکنه و هم نویزهای خیلی زیادی براتون ایجاد میکنه. ببینید عکس به شدت روشن شد. حالا اینها بستگی داره، حتی شما گاهی وقتا برای انداختن یک عکس حرفه‌ای اون جلوه‌ای که میخواید توش ایجاد کنید باید ایزو رو زیاد کنید و نویزها رو ندید بگیرید. باید ببینید که میخواید شما چه کاری انجام بدید. عکاسی در واقع تکنیک هاش مهمه. اون عکسی که شما میگیرید، اون جلوه ویژه‌ای که شما با خود دوربین روی عکستون ایجاد میکنید، اونها مهم هست. البته بخش از این کارها رو با نرم افزارها هم میشه انجام داد، ولی یک عکاس حرفه‌ای عکاسی هست که خودش بتونه با دوربین تا حد خیلی زیاد اون چیزی که میخواد رو ایجاد کنه. حالا در نهایت کمی با نرم افزارهای ادیت مثل فتوشاپ یا نرم افزارهای دیگه بیاد روی نهایتا نور یا رنگش یک مقدار ادیت جزئی انجام بده، اونم برای اینکه خود دوربین دیگه امکان این کار رو نداشته. پس شروع کنید با این 3 تا گزینه اصلی کار کردن و این 3 قسمت هم مد نظرتون بگیرید. از دریچه دوربین هم که خدمتون توضیح دادم وقتی نگاه میکنید مد نظر داشته باشید که این علامت روی عدد 0 باید باشه. اگرچه گاهی وقتا شما رو عدد 0 میذاری عکس میگیری، عکست باز همون از جهت نور اون چیزی که میخوای نمیشه. با دستکاری اینها هر 3 موردشون، هر چی به سمت مثبت برید عکس روشن‌تر و هر چی به سمت منفی برید عکستون تیره تر میشه. امیدوارم که این آموزش
در واقع به شما بتونه کمک کنه حالا در آینده با آموزش‌های بهتر و جامع‌تر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. باز هم خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید. به وبسایت ایرانیان ماجیکال گرافیک هم سر بزنید. ما رو در اینستاگرام، آپارات و یوتیوب دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. به فعلا خدا نگهدار.